هیچ ندارم والا تو میشه بیا خیلی باشه گفت که در بوت خاله توتی یک چند رو پس میرم اونمون قرض بونه از پیشش میگیرم مگه خودش بود نبود اموجا میگیرم خانهایشانم میگم که یعنی شما باشه قرض بونه میگیرم پس میتم نشه فکر کرد که آرام باشن تو خوتا میبره شادولا شادولا خود دیگه چوب خواست چیوه که شامیسون بیا دیگه قرض حساب کو شادولا قرض حساب کو قرضت سر زاغ زنده باشه خب 3 دفعه صدام میکنم پیسه جیب شادولا از کیست 1 پیسه جیب شادولا از کیست 2 پیسه جیب شادولا از کیسه هیچ کس صداش نفرام از خودم هست نه قربانت شوم بخیر تیاره کنه واره که یک دفعه پت فقط که هیدرولیک نداشته باشه خب بخیر دیگه که سرخ شده وی میمان در خانه تو خواستی و قرآن چه رقم خانه چطور هستی؟ غرق درستی نام دشمن ما گرفتی پیش روی ما ملویسک هستی میگم از غرق هستی نمیال در خواب از غرق دیده بودم او پیش از زنش از پشتش میدوید یکیش پیش میدوید یکیش از پشتش میدوید که یک دفعه از غرق افتاد دستش شکشت خوب شد نمیال خواب دیده بودم زنش کدام طرف رفت؟ زنش طرف کو رفتی باز لول خود طرف کو رفت ای بی از ما هم دیگه خیگان دوتون مو طرف ها میزنم خدا مهربان است ما پیدایش کنم اگر زنش یافتی بر خود میگرم و تو قپش چی کنم طرح گرفت تو زنش بر خود بگی و تو قپش زنش کنم هم اترخش روی بود دخو خونه میماندی شاده اولا پرتش میکرد یگان گوشه که از غرق میرفت باز مرا میگفتی میرفتم بطنوی از پیش تو میآوردمش چرا ماندیش که ببرش مرا تو بیدار کردی یگانی برات میآوردمش کاکا زلفای گشنام دیده نمیشه کاکا زلفای گشتن رفته پشت پاچه خیلی میمانت هستم در نان شو دیگه نه میبخشی غلط کرده رفت قرض دکاندارا رفت خب مشکوره چی میکنی بگی یک چند پاک بطه ما کتک هستم بال هستم شاد اولا بال اگه داشته باشم در کفن زلفوکار بیایه 1 روپی خدا ندارم 1 ران خدا خود بینت در بستر مریضی 1 ذره که سلفه کدی روی توسی بگی که مرض ساری نباشه میفهمی که تا که ما یک دوت نزنم یعنی تو هستم دیگه بطه یک چند پا کمکو اگه داشته باشم در کفن زلفوکار بیایه 1 روپی خدا ندارم 1 چند روپی داشتم بله دیگه نه خواهی که کنه خواب میبره خواه میبینی که اینه دولت تکلیف هستی خیلی باش 150 روپی دارم 50 روپیش میتونم 100 روپیش بر دواگکای میمون بطه که نمیمورم خلاص هستم توتا هستم بطه این پیسه که بطه هلو پیسه که کای ما زلفو زده این زلفای گشنه چایا نداره خلاصه این نول مرا گفت که اگه دوا نگیری پای چلاق میشه کرتمرتازول بخر نال کرتمرتازول نخرم چه پای بون چلاق میشه چی گفته تا دیگی؟ کرتمرتازول
کرتی کاکا زلفو بگی چرا گریان میکنی؟ کرتی کاکا از مرزاگل نباشه نمیشه. 4 سال نام از تابلت مرتضاگل است. خب کرتی چه کار داری یا دیگه چخه میگم از کاکا زلفو کرتی مرزاگل چی میکنی؟ کرتی کاکا زلفو بگی. تو هم خراج مداد وری گپره نمیفهمی. گفتم نام تابلت است. حالا چند پیسه میشه؟ 300 روپا میشه. 50 روپا تره میدادم به گور آقای مینه میدادم بگرم اون. حالا جزی کده کدام تو عجیبم جزی کده البت برا خو سنگین برده. نمی زلفو برده. حالا من چطور کنم؟ برا دکتر گفت که میدین کرتی مرزاگل درد زور میشه. کلی جای بیدار خواهی میکشی دیگه جور نمیشید. لیرای تم سر با خود با سر کده میره نمیال لیرای میره شروعشید. خیرت اوستلک اگه پیسه را میرن خیلی چطور کنم؟ یک پدر دلسوز ندارم، یک رفیق دلسوز ندارم. کمون دوای من کو پر بیار. شاد اولاد چی تشویش میکنی؟ یه نمه هستا پیسه را بردمت کار کنیم برام بیاری. سعی نکو دیگه. یه را سعی نمیکنم. ما ایره بگی پر دوا بگی خب دیگه یک شلال 100 روپا دوای میشه. قربانت شوم شاد اولا کرتی مزداگل بگو یک آستینش اوسکو هم یک آستینش کارت میشه. نصفش کو دیگه نصفت کرتی را تو بگی نصف کرتی را بان سرکی دیگه بفروشه. گفتم خراج مداد ورد گپ نمیفهمی. نام دوا کرتی مرزاگل است. اونمو گل است لول است مربوط من نمیشه. هرچی که هست خونو را نصفش بگی اینی 100 روپا که با ما حلال کو دیگه از شیر مادر بگو که حلال باشه. تو دوزی کدی؟ ایش بیشی تا کپا گوش مرا پیسه ما. چون رابطم خداوی دام نمیتونی مرا پیسه ما. 50 روپیش پس بده. اگر نتی با گور آقای اگه بطم با گور کاکا زلفو بیار. بده خب پایکت مایده است مرا گیری کو. بیا دیگه 100 روپیت گرفتم شاده اونو بیار پیسه. تو مرا گیر میکنی خبر نداری چرچی چقدر نفسش پخته است. اونو بیار پیسه ما. چه بپرد که شاد اولا بیچاره افتاد پایش هم آگاه شد. کلک باشه برش گرفتن که بخوره برای پایش خوب است. دیوانه چی شدی چرسی؟ اونو بیار. گرفته دیگه نبی. کجا؟ بیار. او بچه بی پدر پای تو جور است. بی پدر پای تو جور است. کجا پای تو گور است؟ بی پدر 100 پدر برو پاچه بر. 200 دفعه از جیب خود انداختیم برش. میگه پای ما گور شد. دروغ میگه پای جور تیار. ولی کجا رفت؟ یک پایش بود یک پایشان لچ. کجا رفت؟ والله که نریم پاچه را پس نفروش. حرام است دروغ. الله فقط که زندگیشه گرفته 100 روپا ما را تو ایجا دوانده نگم پیسه چی چیزی هست چله شده در را گرد میکنه یعنی پیسه را دید مثل بزای مست وارد می کوچه دوید هست پشتم دکتر چی کاره باشه نه دکتره چله شده در را آوردم دلم هست یک دواخانه جور کنم بگویم بیاره پیسه کنم همه گریدم شما بده خب که شده نصف میکنیم پیسه تونه این چیزا ندارم برو مهمان زک پیدا کنم برم از بچه قدوس یک زرگک بگیرم الله میده واقعی از پشتم میرسم اوه خوانی چشم ما رو چند کجا بودی؟ هستی یافت شدی
در چند وقت کجا رفته بودی؟ در چند وقت کجا رفته بودم؟ چی گم شده بودم. چی بازه کاکانو گایم کردک. بازار داد. بری مکتب که یک بچه خبر شدی؟ نه. یک بچه اول نمرگی تگرفته. بدو! کی اول نمرگی برای گرفته؟ من. با کدام جرات تو اول نمرگی برای گرفتی؟ شیر واره درس خواندم گرفتم. با کدام جرات گرفتی؟ بابا چه خوانی چی آمدی؟ بلا سید بلا سلام ورحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. خوانی بشین جای. خوانی اول خدای چند روز که نبودی ما با تشویش عزیز شدیم که تو گم شدی. از خاطر از خیرازده رو تام نساخته مکال که آمدی اصلا فهم بینظمی میکنی. آرام دگر جایت میشینی صدایت نبرایم. فهمیدی خوانی جان؟ دیگه آرام در جایت میشینی. با کدام حقی اول نمرگی من گرفته؟ به میخ که درس خواند. تام بخیر به سال درس بخوان اول نمره شو. از خاطر دیم 4-5 روزه که گم بودی من خیرازه رو تام نکردم. کلم سلفیگاکایت به تشویش بود. یارا با خدایی شگبانم بیا دوامین خانه بیا من میگه که پایین درد میکنه با پشت میدرسه که چیز شو بیده با یک دفعه بیا دوامین خانه که چو وسط دشت کستاندم من میگه برو پاچه بیار مگه میرم پشت پاچه خدا زن که گرفته گردو خرا که میرسه پشتش بیده بی یک دفعه خانه بیا من که کار داره با خدا که شو وسط دشت کدانم کتابکایتانو بکشه بخیر که درس تا شروع کنه. استادی این خوانی که چشمه خود مرا میخوره. خوانی سگو بیادبی نکود اگر هستن بکش کتاب تا که درس شروع میکنه. سعید سات شروع کن. استادی سبحان سکو بیزنه. وای سبحان بکش کتابکایتانو بخیر. الله خونه کای خدا جان الله خونه الله الو بچه دادا قند پدر بخی چی شد چرا من خواستا زدم تا شاد اولا شاد اولا جان سرسلاسه کی مرده؟ بخی بابا جان بخی آقا بچه دوز آمده زدهش دوز نخواهده با چی بیکنه یک روپا نداریم. زنده هست یا مرده؟ زنده. شکر زنده بخی جانم پدر آقا بخی آقا بخیر بخیر جان الو پایان که خدا الو خونه کای رفته الو باشم سکه پایزی چی کده؟ ده فرقم کده کدام چیز ده فرقم زده خمانی بچه قاتل بینمی بابا کتا زیری را زده کتو لزمو ده فرقم زده بچه آقا با کتا زمین ده فرق خودت بیزده حالا با گفته که چی با کلاده با پدر کلادت احترام کو اگر نمیزارم کتا زمین که تو مهینم تو مفتادی حالا چی کده ده بخی بیا الو برو ده بالا برو قصابه کنه برو بزنش ده سوجیش بزن ده سوجیش چقدر آقا دیوانه خود روز داره بخیر پدر جان درد بالای دست سر پدر کلارم بخیر الهی آمین پدر جان این تو بیا الو الو در گرفتم الو در گرفتم نه من پاچه رو پخته کردم پاچه رو پخته کلشم خوردم با تو زارما رو میدم بخوری در دلت بوغما برای جوهر بکشی آقا
دانه سرطان برای عددلت که کل پاچه را تو خوردی برمانه بانی نگفته تا شکسته من که برش پاچه پخته کنه نگفته تا به خاطر تو جور هستی مگر خودم خوردم ولی پای تو جور بود وقت دیدم سگ بر پیش دیگه میدویدی دودی که نبود پایتر دودی که نبود چنده برده 50 رو پره 50 رو پره خدا بزنید به خاطر 50 پیش خر میدویدی کل خونکای رفتن میخرزه پای منم میخرزه خدا تا پایکم باشه میخرزه پلاس بیار بکنید آرام باش خاک چه من پایکم حالا باشه پلاس بیار Palar kalar. بیار Palar sisa chi scratch biara. بیار برو بیار برو تیز شو Sais. تیز شو خدا شو با پای دست رسی بیار را لنگ سکرنج تیز شو Ana ordu ordu. پای من رفتن او تو من حالی که ببینیم اگه میشه نمیشه Boş. تو سبک که ایده گونه کتی بان تا چیه ده خبان جانکه ما جانکه چه دوستا میفهمیده کار خدا چمی گله بخوری نکنه ده پای وی الو نکو بچیم الو اینا کنیم الو برو خوب میشه دیگه حاله سایده زیر تو توی قصاب سکو که میخه کلانیشه یکم آرام شدی؟ درد کم شد؟ یلا که باشه دانشه که نفسش نکشی خاک رو ده یلاش که بخی سجاید بیشی بخی من آرام شدی نه؟ دیدی؟ می خود زار داره نه؟ آدم درد زیاد میکشه بخی الله خاک چه من پایکم الله کاش که من بگم زنده می بود که پایکم بود آن بابا زنده بود در پایین میخ نمیره دستایت بشکنه گوله بخوری اما تو کس میکنه پس میخ در اون میخواد آرام بود الله این پاچه را خوردی در دلت بخما برای Padar khuda tu kapona mizala. آفرین بچه این بچه تو عقلش بالاتر از توست Padar jungiyonda kuat bar kakao sara. بده کوچه رو واسه کی هست بیچاره ببره بره حالا پایت موگار بود چه بنداش زیره اون از پیش میر ویسک دویدم خطا خود بچه نجیبه برد حالا خوب است که میخ در استخوان نداره بعض دیگه که نامش تو کاور ناز میکنی فقط شمشیر خوردی Ki? Sara. بخبر لوده اونجا کلگی ختم از دیگار پر کردم ما خود 2 بار رفتیم گرفتیم 1 بار دیگار پر کردیم 1 بارم رفتیم قرار شدیم چارزانی زدیم خوردیم پیپسی اینا الان باز میریم که 1 تا پیپسی دیگه هم بیاریم خیلی باش ما بریم 1 دیگه بیارم برو گل بدو پای چلو خواب میکنم بچه بیا این سر زبان برو کلو تاوش خوابو ما بریم بچه دیک کنیم بر چاش تا یا گدام نوخ نانم میخوره گفت صحیح است که برو نوخ صحیح است چی خواب کنم خیلی این میخه سیکو برای تو نیست خواب کنم اون خلا خسته باشم تیز بیا خوانی ما نمیریم که ما چند بار رفتیم برو دیگه پر کن فامیل ما زیاده تکمی خواه دم دیو اگه فهمید که رفیق ماست او رو نمیده بیا بریم دوباره آها جندک تو
کاکو بروتی خواهی بنمی بیدار باز گم شدی؟ گم چی شده؟ ما دیگه پر کن دیگه چی رو پر کنم؟ ما برو بچه برو ما دوای کردم پیسه دار شوی تو دوایم کردی؟ آه اول این گپ خیلی این پیسه دار شدیم برو واسه را خبر میکنم دیگه گوشگک باشه خب که باز کس نبره تا خب چیچه جن از او که بهترش یه می بود که دیگه ختم و مارا تو می بردی امیر بر ما میموندی تو دیگه ناوردی دیگه نیست کار خداست باز هم مرا دعا کن خواه کاکو بروتی الهی ما بگم خواهد به تقبول نکنه این امیر دوای تا نمی نگیریم باز گیریم برو ما موندن والای ترسم قط نرا گریخ که آخر جندواره پایکاش قط کلمه دیگه دیگه کتر خوب پر کردم این دیگه خاص خودم هستک دیر باج خوش پلاو هستک دیر باج یک دیگ پلاو خوب میخورم به اوه چه خوب بوی میده چه خوب بویت میده والا پشت سیکل بشه زلفو اونو بوی برنج دماغت نمیخوره بوی برنجت میفهمی یا نمیفهمی بوی برنج می آسمه پین رفته نه بویش می تو پخته کدی نه بابا خواه بودم چی پخته کدی تو باش تو ما یک دفعه برو ما میایم برو خوب برنجای بگه صحیح برو دیگه پای درد میکنه یک پایه برو یک پایه نمیتونی بری میتونم خلاص دیگه ای نمیتونی قوانی تو چرا برای من دروغ گفتی من میرم بیرون باز رفتی پلاو آوردی تو گدایی کدی؟ نه خودم بود اگر نال باز مرا کس در را بگو یکی بچه چودولا گدایی میکنه باز بینیم و بریده میشه مادر دگور نورام میشه بگی بچین بگی گدایی نکدیم گدایی نکدی برن کلاگین قدیگ دیگه پر چی کرد بگی بگی با تو از دیگه مرد نکنه برو بعد بالا برتون یک دیگه کتر پر کنی نه برو بان بچه تو بالا کی میره مادم پدر خانم میزنه برو من میرم خوابمشون برو آقا جان یک دفعه سعی کن که قوانی را برو بیار بخی بی خدای کجا رفتی قوانی کجا رفتی و بچه قلش میخورم باز کن بچه دروازه رو باز کن برو باز دروازه رو قرآن زده من هون بخورم این زده برو اون گفته قوانی جان گفته بالا آوردیم برو اون هزار کن بخو من نمیتونم میرم پدر بچه یک چیز هستیم یک چیز کل آدازه توری بچه گرفته خدا بشرمانه خودم سیر کنم هیچ سرعی نداری که سرعی برو گوله بخوری بابا باچه را خوردی باچه را خوردی زار کدی دروغ گفته بودی تو خر توش پودری میدهی خر نگو دگیر نمی بس برو مرگ برو زور بخو